ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه خبر داد که روز 2 اپریل سال 2022 تقریبا ساعت 13:35 دقیقه راننده اتوبوس مسافرکشانی شرکت اتوبوس یک خط سیر رقم 33 رقم‌های قید دولتیش 5787 تا 05 شهروند نظروف نظر نورالیویچ سال تولدش 1986 استقامت کننده نویه ورزوب هنگام حرکت در کوچه رودکی در روبروی دانشگاه طبی تاجیکستان با سبب‌های نامعلوم از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به ماشین‌های در کنار راه ایستاده برخورد است. در نتیجه این صدمه 7 ماشین سبکرو اساساً ماشین‌های تاکسی و خود اتوبوس ضررهای گوناگون تکنیکی دیدند. ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه گفت خوشبختانه در نتیجه این صدمه ناخوش نقلیاتی یگان نفر آسیب و یا جراحت جسمانی نبرداشته است. در خبر گفته می شود که سنجش حادثه مذکور زیر نظارت به واسطه رهبریت مقامات کارهای داخلی شهر دوشنبه قرار داشته سبب و عامل‌های آن معاین کرده می شوند. در ویدیوی کوتاهی که یک نسخه‌اش را شاهدان به اداره پایگاه خبری بامداد نیز فرستادن دیده می شود که ازدحام بزرگ در جای حادثه جمع شده ماشین‌های آسیب دیده را تماشا دارند. این بار اول نیست که اتوبوس‌های مسافرکشی شرکت اتوبوس یک سبب صدمه می شوند. از جمله 8 ینور سال 2022 تخمین ساعت‌های 12:35 دقیقه راننده اتوبوس تمغه اکیا علامت قید دولتیش 9973 تا 09 که به شرکت اتوبوس یک تعلق دارد میردونوف شورت اساتولویویچ سال تولدش 1991 استقامت کننده نویه ورزوب که در خط سیر رقم 18 شهر دوشنبه به مسافرکشانی مشغول بود در وقت وارد شدن به سیراهای بازار کاروان با سبب استعمال برزیات داروواری برالگین از تاثیر این داروواری اساس رفته از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به سمت مقابل راه برآمد و با 4 ماشین برخورد و همچنین شبنم اسانووا نامساکن 26 ساله پایتخت را پخش کرد. متاسفانه شبنم اسانووا در این حادثه به هلاکت رسید.